در نهایت این کانترکت بزرگی که اتفاق افتاده و اینجا نشون دهنده خروج مارکت است و به نظر من الان هر کسی داره بچه‌هایی که تو مارکت هستن و اون سقف رو اومدیم یه بار مشخص کردیم و اینجا هم باز دوباره اومده یه المان رو داده، ما بخوایم به همین اندازه هم این پروسه رو همراهش بشیم، یه کانترکت رو به پایین از اینجا خواهیم داشت که حول و حوش عدد 68. خب تا 68 که پایین نمیاد. الان هم با هم دیگه متوجه شدیم چه اتفاقی داره میفته، ولی یه 75% داره که داره به ما این دیتا رو میده. 75% رو نگاه کنید عددش رو، من یادتون باشه گفتم رو 80-81 بیاد، حالا اینم دیگه نهایت قضیه است. اما اگه قرار باشه خیلی خوب ریزش بکنه، یعنی از همین سقف، ببینید من فرکتالش رو کشیدم و چیز خاصی رو نذاشتم، اومده رو سقف فرکتالی خودش، اومده نقطه صفر خودش ریزش پیدا کرده، اینجا دایورجنسش رو داده و این ریزش احتمالاً ادامه پیدا بکنه فعلا تا 1/4 پایینی همین فرکتال. یعنی الان شما وقتی بالای 50% هستید باید فقط همین رو در نظر بگیرید، ولا غیر، یعنی اضافه تر از اون حق ندارید این کارو بکنید. در حال حاضر هم دارید میبینید که فرکتال کوچیکش نقطه صفرتون رو داره بهتون میده، یه بار نزدیک 50% شد رفت بالا و الان هم حالا شاید مثلا لایو رو باید بگیریم، باید اینجا بگیریم. اوکی، و این بار اگر بتونه خودش رو یه بار نگاه کنید رو 25% هم این حرکت رو کرد، این بار هم اگه بخواد به سمت بالا بره باید از اینجا به سمت بالا بره، بعد از 50% به سمت بالا بره، یعنی عدد 106,700 و عدد پایینی عدد 98,000. درست شد؟ اما اگه همین رو داره میشکنه میاد به سمت پایین، اینو میشکنه، شما دیگه نباید به هیچ عنوان وارد بشید تا روی گلدن زون پایینی، یعنی اینجا که من انتظار دارم اینجا تا اینجاها بیاد پایین، بیت کوین تا اینجاها بیاد پایین و اون میزان نقدینگی که تو طلا هست تو اینم وارد شه، چون اینا همزمان با نزدیک و داو جونز حرکت میکنن و خود این باعث چی میشه؟ خود این باعث میشه که شما یک میزان زیادی باز هم نقدینگی توی مارکت داشته باشید. حالا اینا چیه؟ اینو دیگه باید بریم دنبالش ببینیم قراره که این نقدینگی کجا بره. این میشه تارگت ما، این تارگت نهایی ماست. خب و نگاه کنید 124,000 خورده، یعنی الان شما یک فرکتال بزرگ دارید که 125,000 سقفشه، یعنی به همین سادگی شما باید محاسبات رو یاد بگیرید. خب من الان هیچ کاری به این موضوع ندارم که مارکت داره چی کار میکنه. چی شد طلا مگه؟ آره گفتم باید بریزه، شک نداشتم بابت این موضوع. ماشاءالله بهش دیگه، ما خارج شدیم دیگه بچه‌ها، این موضوع برام مهم‌تره، دوباره فردا میگیریم، هیچ اشکالی نداره. خیلی خوب، از فردا باز دوباره این اصلاحی میشه، نگران نباشید و بعد میتونیم هم سلش رو بگیریم هم بایش رو بگیریم. بریم سراغ بیت کوین، من اینو تمام بکنم بعد بیایم سراغ نفت، روی همین پروسه بهتون آموزش کامل بدم. همین الان اگه نگاه کنید با توجه به اون عددی که من به دست آوردم، ما اومدیم اینجا یک عددی رو مشخص کردیم، گفتیم اینجا تارگت قبلی این عزیزان بوده، درسته؟ عدد 91,530. درسته؟ خب ما فرکتالمون از اینجا کشیده میشه تا همون 120,125 دیگه. درست شد؟ خب نکته چیه؟ دقت بفرمایید. ابتدای این حرکت اومده تا اینجا، یه نیست زده، اومده پایین تا روی 50، حالا اینو کار ندارم، اومده رو 75%، زورش نرسیده، رو گلدن زون حرکت کرده به سمت بالا، دوباره نقطه صفر حرکت کرده، اومده رو 50%، الان اومده زیر 75%، یعنی 25% بالا یا 75% بالا. بردارم، چشم ببخشید چرت کرد بردار. و انتظارمون چیه؟ انتظارمون اینه که تا اینجا بیاد پایین. عدد چند؟ 98. آیا به نظرتون اینجا خودش رو نگه میداره؟ من میگم نه، من میگم بیت کوین تا عدد 93,600 میرزه پایین. تمام. این الان دیگه تحلیل منه و با توجه اون تمام مسائلی که راجع بهش صحبت کردیم. من اصلا با مارکت کپ کار ندارم، قربونت برم. مارکت کپ هم مثل دقیقاً همین مسئله مارکت کپ هم دقیقاً همین موضوعی که دارم الان بهتون توضیح میدم. بسیار داره اتفاقات عجیب غریب براش میفته، تا یه زمان قابل استناد بود ولی از اینجا به بعد دیگه نیست. خب
خب حالا اگر این اتفاق داره میفته و داره تا اینجا میریزه، به نظرتون با اون عدد 91600 چقدر فاصله داره؟ تارگت ما، حرکت های ما برای بیت کوین 3000 و تقریبا 400 500 تاست. قبلا هم اینو بهتون توضیح دادم، هنوز بالا نرفته این موضوع. 3400 500 تقریبا اینقدر. خب نکته نگاه کنید اینجا رو، از کفش تا اینجا میشه تقریبا 3500 تا تقریبا، حالا یه هم چیزی میشه، درسته؟ یعنی اگر شما دیدید که این بله از صفر تدریس می‌نمایم. اگر دیدید که تو همین فرکتال کوچیکی که تصمیم گیریه رفت 25% پایینی و زد، ساب میکنید. یعنی ببینید اینجوری اومد اینجا، اگه از اینجا برگشت بالا ساب میکنید، برگرده اینجا دوباره بیاد پایین، اینجا ریاکشن رو میبینید، دوباره اینجا ریاکشن رو میبینید، گلدن زونتون میشه اینجا. چرا گلدن زونتون میشه اینجا؟ چون شما اینجا دو تا فرکتالتونه و شما اینجا گلدن زون براتون تشکیل میشه و بعد ادامه مسیر. بله آره آیدین جان، من فقط با عدد در میارم قربونت، من اصلا با کندل کار ندارم. اصلا من کندل اصلا چرترین چیز ممکن است، مگه اینکه شما بخوای توی روز نگاه کنی آقا الان اسکلپ داری میزنی، آقا میره بالا میاد پایین چیکار میکنه، از این قرتی بازی. اصلا ما فقط با عدد محاسبه میکنیم، فقط. مثلا برای بیت کوین چه اتفاقی افتاد؟ اینا وارد شدن، پس شما یهو میبینید که این بیت کوینی که الان ما منتظر بودیم بیاد دوباره رو 124 اصلاحشو بده و اینجا اومدیم بررسیش کردیم، اینجا گفتیم 50% از اینجا شروع کنه، پس اینجا میتونن وارد بشن و به سمت بالا ببرش. اما نظرمو بهتون بگم، نظر من اینه که نمیره بیت کوین از این بالاتر. نظر من شهرام اینه که بیت کوین بالاتر نمیره و بیت کوین باید بیاد پایین. من نظرمو دارم میگم، یعنی دیروزم گفتم، پیروزم گفتم، الانم دارم تکرار میکنم. این ABC هم که اینجا زد و اومد تا اینجا، دوباره الان به سمت بالا رفته، تصفیه نهاییشو داره انجام میده، تارگت یکشو گرفته، تارگت 1.5 گرفته. من مطمئنم امشب این حداقل تا اینجا باید بیاد، یا امشب یا فردا. من نظرم اینه که این دوستمون، نه الان سل بگیرید و کال کنید خودتونو، ولی من نظر مطمئن دارم راجع به موضوع میدم که از اینجا یک حرکت رو به پایین داشته باشه، نه این بالایش اینجا. میدونم امید تو رو من میشناسم، تو بانکی دیگه. خب قربونت برم، خدمت شما عرض بکنم که حالا تو این مسیر دست میذارن رو چیزهایی، به من بگید چه چیزهایی بیشتر توی دنیا داره آدم ها رو بیشتر جذب میکنه؟ مایحتاج زندگی. ببینید یه مثال میخوام براتون بزنم. بیت کوین همین الان که داریم راجعش صحبت میکنیم شروع کرده اصلاح. مایحتاج زندگی بیس چیزیه که آدم ها براش بالاترین خواستو دارن. من اگه قرار باشه که برم یه چیزی رو بیش از حد، این شرایط که همه چیز به بالاترین حد رسیده و کسی میگه اون رفته بود کارش کنم، جز کسایی که میخوان مارکت رو بچرخونن، چیکار میکنه؟ دست میذاره رو مایحتاج. اینو گفتم 10 دقیقه پیش، الان دوباره سوالش کردم. و چه اتفاقی میفته؟ همین ممکنه باعث بشه که قحطی، نمیدونم، به هم ریختگی‌های اجتماعی، جنگ‌های قومی قبیله‌ای دیگه. آره دیگه، دارو هم بخششه دیگه. دارو دقیقاً بخش سلامت این مایحتاج و منابع زندگیه دیگه. خب چرا این اتفاق داره میفته؟ چون کانسپت دیگه‌ای برای اینکه قرار باشه هیجانی توی دنیا ایجاد بشه و یک خواست مجدد ایجاد بشه وجود نداره، که اون چرخه پوله بود. من پول دارم میدم به تولیدی
میده به کارگر، میده به مثلا اداره برق، میده به اداره آب، میده به نمیدونم فلان، بعد محصول تولید میکنه، محصول میده به فروشنده، فروشنده میاد به کارمندش میده، میفروشه، ارزش افزوده میگیره، اون شخصه از تو جیبش پول در میاره که اون محصول رو میخره و دوباره بعد از اینکه تمام شد این پول برمیگرده، سوده برمیگرده به همون بانک دلال اقتصادی یا همون کسی که سرمایه رو وارد مارکت کرده. این رسیده به یه عددی که دیگه جا نداره که بیشتر از این قرار باشه بازی بشه. پس چی میشه؟ میان یک جریان اقتصادی جدید با توجه به خواست جدید ایجاد میکنن. قضیه قشنگیش اینه که اینو یاد بگیریم که دلال‌های اقتصادی هستن که دولت‌ها رو میارن سر کار. دلال‌های اقتصادی هستن که چرخش این افراد رو به وجود میارن. دلال‌های اقتصادی هستن که نفرات رو جابجا میکنن. دلیلش اینه. وگرنه کسی که اونجا نشسته یک عامل و سلام. عاملیه برای اینکه سیاست‌های یک سری از افراد رو بخواد پیاده سازی بکنه. هیچ جای دنیا هم خارج از این نیست. عقیده‌ای نه، پولی، فقط پولی و قدرتی. همون چیزی که راجعش اول صحبت کردیم، پولی و قدرتی. هیچ چیز دیگه نیست. ترامپ هم همینه. ترامپ مثلا یه نمایش چی میگن، بازیگریه که اصلا دومی نداره. نه ربطی به ادیان و اینا نداره. نه قربونت برم. کی اونا رو جابجا میکنه؟ کسی نمیتونه جابجاشون کنه. اونها با همدیگه میجنگن و شرایط متفاوتی رو به وجود میارن با توجه به اون تغییرات، بهش میگن جابجایی قدرت، ولی نه جابجایی قدرتی که توی بحث چیز هست، دولت ها هست، دولت مردا هست. جابجایی قدرت یعنی مهره های اصلی و بازیگرای اصلی. یعنی مثلا حالا مثال میزنم، مثل اون دوستمون که بلک راک رو داره خیلی راحت به هر اسمی به مردم داره میده، مجموعه رو داره میچرخونه، کل دنیا رو داره میچرخونه. بانکدارهای سوئیس، بریتانیا و آلمان و لهستان که روثشیلدها پشتشون هستن و یه تعداد بانک مرکزی توی امریکا، یکی شیکاگو یکیش فدرال، اینا دقیقاً همون کسایی هستن که دارن یک سیستمی رو ایجاد میکنن با توجه به ذهنیت خودشون. حالا یه چیز جالب بهتون بگم، مثلا اگر این افراد، یک پیرمردی، یک بزرگ خاندانی یا یک جوانی که تازه بر سر کار اومده، شرایط طبق خواستش پیش نره، میزنه زیر میز و یه بازی جدید به وجود میاد. به همین سادگی. و ممکنه کلی سیاست توی دنیا و اجتماع پیاده سازی بکنه به خاطر اینکه یک سری اخلاقیات مردم رو عوض کنه. به همین راحتی قرار باشه خراب کنه، نابود کنه، بسازه، نمیدونم تغییر رو به ایکس انجام بده، تغییر رو به ایگرگ انجام بده. به همین راحتی. واقعیتی وجود داره. من یه ویدیو براتون میذارم، شاید تو یوتیوب گذاشتم، شاید خیلی ویدیو خاصیه و در نهایت اونو حتما ببینید و خیلی از سوالاتی که الان دارید رو پاسخ میده بهتون. موفق و مؤید باشید بچه‌ها. به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار. خدا